ما وقتی که از منبع اومدیم چجوری الان داخل این جهان ماتریکسی گیر افتادیم؟ ببینید دوستان، اومدن درون ماتریکس یه مرحله ای نبوده. ببینید، بذارید ساده تر بهتون دونه دونه بگم. فرض بکنید یه جایی بوده به نام منبع. فرشتگان مقرب سقوط کرده از اونجا اومدن یه لول پایین تر، اومدن توی آسمانی بیرون از منبع، یا آسمان اومدن پایین. اونجا شروع کردن با کمک در واقع موجوداتی که همراهشون بودن و با کمک فرشتگان دیگه آسمان در واقع بالا رو بنا نهادن، چون 3 تا آسمونه دیگه برای فرشتگان، 3 رده در واقع آسمان وجود داره. این با 7 آسمان فرق داره ها، منظور قاطی نکنید. اومدن یه لول پایین تر از منبع حیات ایجاد کردن، اکوسیستم ایجاد کردن، سکونتگاه ایجاد کردن و یه مرحله دیگه یه سری از اونها اومدن پایین تر به سمت ابعاد پست و بعد همینجوری پله پله فرازمینی های نور پدید اومدن. اونها خودشون فرازمینی های اولیه آغازین مثل کریان ها، مثل آویانی های اصیل، تقریبا اولین موجودات معنوی بودن که دوباره میل بازگشت به سوی عرش رو داشتن، یعنی اون حس خیرخواهی رو و از صلح‌جویی رو داشتن که بعد از کریان ها زیر مجموعهشون شد رپتایل ها و فرشتگان مقرب سقوط کرده زیر مجموعهشون شد سرافیم ها و اورافیم ها و از اونجا فرازمینی های نور تشکیل شدن، سیریانی ها، بعد نمیدونم پلیدیان ها و همینجور باز اومدن به سمت جهان های پایین تر و بعد رسید به لول پلیدیان ها در آسمان سکونتگاه در واقع کانستلیشن پلیدس یا خوشه پروین و از خوشه پروین از دروازه 8 یا خورشید 7 باز عبور کردن و اومدن به جهان مادی و در جهان مادی آنوناکی ها تصمیم گرفتن معجونی درست کنن از دی ان ای موجودات نوری که این رو براتون گفتم که یواشکی در شبانگاهان تعدادی از موجودات تاریک اومدن و دی ان ای خودشون رو داخل اون آزمایشگاه یواشکی رفتن و دی ان ای خودشون رو قاطی اون مایعی کردن که داخل آکواریوم داشت کشت داده میشد که موجودات انسانی پدید بود. انسان قرار نبود این شکلی باشه، قرار بود بسیار معنوی باشه، بال داشته باشه، قابلیت‌های ماورایی فراوان داشته باشه و اصلا درک درستی از بدی نداشته باشه. اون چیزی که دستور خدا بود خلق این موجود بود که پروژه شکست خورد، یعنی پروژه منجر به شکست شد. یعنی اونی که قرار بود دستور فدراسیون و خداوند بود انجام نشد، پروژه دچار آسیب شد به خاطر بی‌دقتی و امنیتی آنوناکی‌ها. نیروهای تاریک رخنه کردن به آزمایشگاه ادن، باغ عدن. آزمایشگاه بوده باغ عدن دوستای گل من. ضمناً باغ عدن هنوزم زنده است، وجود داره. باغ عدن یه سفینه است دوستای گل من، یه سفینه است که داخلش گل و گیاه و مزرعه و بستان و باغ و رودخونه و همه توش هست. یعنی یک سفینه ایه که خودش باغ و بستانه توش، تو یکی از طبقاتش باغ و بستان بزرگی هست و یک اکوسیستم طبیعی بزرگ رو اونجا دارن که در واقع اون آزمایشگاه کار خلق انسان انجام شد. بعد وقتی پروژه شکست خورد گفتن خب این انسان ها که اونی که خدا میخواد نیستن، اینا یه چیز شلمشوربای تاریک ناجور در اومدن، اینا رو ببرید یه جا سرشون رو بکنید زیر آب. یعنی انسان‌هایی که ناقص الخلقه مثل ماها در اومدن رو یه جا ببرید سرشون رو بکنید زیر آب، پرتشون کنید روی سیاره یه جا واسه خودشون یا سر به نیستشون کنید یا یه جا ولشون کنید، به امان خدا بیاید دیگه. اینا موجوداتی که ما میخواستیم نشدن، چون ما میخواستیم یه انسان فرشته مانند
تمام خوبی‌ها خلق کنیم. الان یه موجودی داریم که هم خوبی‌ها رو میدونه هم بدی‌ها رو میدونه و این خودش اون چیزی که پروژه فدراسیون بود نیست. لذا اینا رو ببرید توی سیاره جایی ولشون کنید. اومدن تو زمین ما رو رها کردند و بعد از اونجا داستان شروع شد در رسیدهای مختلف. هرگاه که میدیدن این انسان راهو داره عوضی میره، داره به سمت پیشرفت میره اما به سمت معنویت نمیره، منقرضشون میکردن که این رسیدی که الان توش هستیم رسید هفتمه. یعنی اگر این بار بشریت منقرض بشه و دسته از انسانهای خوب فقط سوار سفینه بشن و به کائنات بالاتر منتقل بشن، دفعه هفتمیه که انسان منقرض میشه. یعنی قبل از این انسان فعلی پدید بیاد 6 تا نژاد قبل از ما انسان اینجا کشت داده شده، بالغ شده، به تکنولوژی رسیده، طغیان که کرده سیفونو کشیدن، گفتن آقا جا اینا رو بکشید، نابودشون کنید، اینا موجودات الهی که ما میخواستیم در نیومدن و الان هم دور هفتمه. و صادقانه بخوام بهتون بگم یه چیزی بین 100 تا 200 سال دیگه بیشتر از ته انقراض باقی نمونده. یعنی نهایتا سال 2080 2070 2100 نمیدونم، چون عدد دقیقش رو نمیتونم بگم برای اینکه موقعیت های کیهانیه. اینی که ما میگیم 26800 سال اینجوری دقیق نیست. مثلا یه بار پروسه گردش زمین ممکنه 26430 سال بشه، یه سری دیگه که میگرده بشه 26200 سال، یه بار دیگه به چرخه برسه. یعنی در فضاهای کهکشانی محاسبات زمانی اونقدر دقیق نیست، بسته به خیلی عناصر داره، بسته به تاثیر سیاره ها و ستاره ها روی حرکت منظومه ما داره. پس یه چیزی بین 100 تا 200 سال ما به آخرین انقراض بشر در عصر هفتم، دور هفتم وقت داریم که تو اون آخراش که برسه، سالهای آخر برسه، از سمت پلیدس، از سمت سیریوس، از سمت آندرومدا، از سمت کاسیوپیا، از سمت تایگتیا، از سمت خیلی نژادهای نور میان با سفینه هاشون رو زمین و آدمهایی رو که از بقیه جدا هستن، یه انسانهای رشد یافته ای هستن، اونا رو سوار میکنن، بقیه رو میذارن به حال خودشون که اینجا نابود بشن و اونا رو میبرن با خودشون به ابعاد دیگه که البته اونا تعدادشون خیلی کمه، جز 1% ها هستند. اگر دقیق بخوام بگم از 9 میلیارد جمعیت 1% فرصت نجات دارن. من حالا میگم سر شوخی رو باز میکنم میگم 10%، ولی 10% نیست، همون حقیقتش 1% امکان نجاتشون وجود داره. تعداد سفینه های فراوانی به زمین خواهند آمد در آخر از زمان برای نجات انسان های خوب، نه برای نجات همگان. اصلا برای همگان امکان نداره نجات باشه، نه شرایطش موجوده نه امکاناتش موجوده، ولی برای 1% از جمعیت روی زمین تا 10%، حالا من نمیتونم دقیق بگم چقدر، میان و شما رو با خودشون میبرن به سیارات، سکونتگاه های امن دیگه، تا زمین اون چرخه نابودی خودش و رسید، یعنی صفر شدن خودش رو انجام بده، خودش رو تمیز کنه، آلودگی ها از بین بره، نمیدونم کثافاتی که بشر به طبیعت زده پاک بشه. خودشون مدیریت میکنن، کارا رو تمیز میکنن، جنگلا رو آباد میکنن، همه چیز رو ردیف کردن. دوباره یه نسل جدید دور هشتم انسان رو روی زمین پدید میارن. اما اون انسانهایی رو که از زمین بردن بالا دیگه پس نمیارن. اونا ارتقا یافتگان هستن، اونا صعود کردگان هستن دیگه. دوباره دور هشتم اون قبلی هایی که بردن تو سیاره‌های دیگه پیادهشون کردن رو نمیارن قاطی اینا بکنن. اونا دیگه جدا هن. اونا رفتن به ابعاد بالاتر. اینا از 0 کیلومتر دوباره از آدم و حوا شروع میکنن به رفتن تو غار و دوباره پیشرفت کردن و دوباره پیدا کردن آتش و دوباره نمیدونم لباس دوختن و دوباره از صفر همه چیز باید آغاز بشه.
امیدوارم جوابت رو گرفته باشی پویا جان.